Misal navbati از geometri موافقت 21 برجسته و مقدار دیاگونال آن رو یابیم. باید اول به خاطر بیاریم که دیاگونال چقدر میافتیم. شماره قله ها ضرب شماره قله مینوس 3 تقسیم 2. این در 21 برجسته شماره دیاگونال ها رو میدن این فرمولا. یعنی در اینجا چی میمونیم؟ چند تا کنج داره یا چند طرف داره. مثلا در A نگاه کنیم 5 کنج داره، جوی n 5 میمونه. یعنی 5 ضرب 5 مینوس 3 تقسیم 2 این به چی برابر میشه؟ 2 به 5 برابر میشه. یعنی 5 کنج همگی 5 تا دیاگونال دارد. یعنی A با 1 موافق میکنه. B رو ببینیم از روی همین فرمولا 4 کنج یعنی 4 مینوس 3 تقسیم 2. اگر ما این رو کار کنیم این به 2 برابر 4 کنج هم با 2 تا دیاگونال دارد. یعنی به 4 موافق میکند. C 6 کنجه 6 مینوس 3 تقسیم 2 این به چی برابر میشد؟ 3 9 برابر میشد. یعنی 6 کنجه 9 تا دیاگونال دارد. C با 5 موافق میکند و آخرانش D 7 کنجه 7 ضرب 7 مینوس 3 تقسیم 2 این برابر میشد 14 تا 7 کنجه دیاگونال دارد. یعنی همش از روی همین فرمولا باید کار کنیم. یعنی D با 3 موافق میکند. مثال نوبتی 24 موافقت 24 کنجه برجسته و سومه کنج‌های داخلی آن رو معین کنید. فرمولا خیلی است n-2 ضرب 180. این سومه به شما کنج‌های درونی 24 کنجه برجسته رو میدهد. یعنی n در اینجا چند تا کنج دارد همون شکل شما یا چند تا طرف دارد. مثلا A رو ببینیم 4 کنجه از روی فرمولا چی است؟ 4-2 4 تا کنج دارد ضرب 180 این به چی برابر است؟ 360. یعنی سومه 4 کنجه ها درونی سومه کنج های درونی 4 کنجه به 360 برابر است. یعنی A به 5 موافق میکند. 5 کنجه 5 مینوس 2 ضرب 180 که این به چی برابر است؟ 540 برابر است. 5 کنجه به 540 برابر است. یعنی به 2 موافق میکند. C رو میبینیم 6 کنجه 6 مینوس 2 ضرب 180 یعنی 4 ضرب 180 720 میشود. یعنی 6 کنجه به 720 موافق میکنه. C به 1 و D 8 کنجه 8 مینوس 2 ضرب 180 این به چی برابر؟ 6 ضرب 180 1280 میشود. 1280 نه 600 8080 بخشش به 1080 برابر است. با دی باید چه موافق نکند. مثال نامتی موافق 24 کنجه منتظم و بزرگی کنج درونی آن رو معین کنید. یعنی 24 کنجه منتظم چی است؟ همه کنجه هاش برابر است. این رو که با کدام فرمولا کار میکنیم؟ این هم اما با فرمول پیشینه اول سومش رو یابیم بعد چند تا کنج دارد به همون تقسیم میکنیم. این هر یک کنجی که درونی همین 24 کنجه منتظم است یعنی همه کنجش برابر میشن. همین کنج فهمیدیم کنج بیایم از روی همین فرمول حساب کنیم. A به چی برابر میشود؟ یعنی 6 تا کنج داریم 6 مینوس 2 ضرب 180 تقسیم 6 میشود. این به چی برابر میشود؟ 2 3 120 یعنی هر یک تاش 120 گرادوس برابر است. نصیب درست کار کرده استودیان 2 3 120 A به 2. اگر خطاگی کنم اصلاح کنین در کامنتاری رو نویسین. 3 کنجه را همش میداریم. این 24 کنجه مونده هر یک تا 60 یعنی کار کردنم شرط نیست. خیلی اگر خواهین 3 کنجه 3 ضرب 2 ضرب 180 تقسیم 3 میکنه. این به چی برابر میشد؟ به 60 گرادوس. 3 کنجه یعنی برابر طرف 3 کنجه برابر طرف باید بچه موافق میکند. 3 5 کنجه 5 مینوس 2 ضرب 180 تقسیم 5 این به چی برابر است؟ 540 تقسیم 5 108 برابر است. C با 5 موافق میکند. D آخران 4 کنجه رو 90 گرادوس 4 مینوس 2 ضرب 180 تقسیم 4 که 90 گرادوس برابر است 4 کنجه یعنی کوادرات یعنی که 4 راست کنجه D با 1 موافق میکند. یعنی 26 موافق 24 کنجه منتظم و بزرگی کنجه بیرونی آن رو معین کنید. از سوال پیشین اگر چه فرق ندارد
یعنی اگر ما درونه رو یابیم 180 مینوس درونه با ما آن وقت بیرون رو میدیم. 20 کنجی منتظم اگر باشد یعنی چیکار میکنیم؟ فرمول پیشین رو استفاده میبریم برای هر یک کنجی 20 کنجی رو یافتن، بعد از همین جواب رو از 180 تر کنیم کنجی بیرون رو میدهد. مثلا کار کنیم آ رو 3 کنجی ما میدونیم که هر یک کنجی باید چند برابر، از سوال پیش میدونیم که 60 گرادوس برابر است، بعد همین نتیجه رو 180 مینوس 60 میکنیم که این با 120 برابر است، یعنی آ با 2 موافق میکند. اگر قدم به قدم نشان دهیم مثلا 6 کنجی هر یک کنجی درونش رو یابیم همچون مثال پیشینه تقسیم 6 این چی میدهد؟ ما اینو کار کردیم 120 گفتیم و بعد همین نتیجه رو از 180 تر کنیم 120 کنیم، این با 60 گرادوس برابر 6 کنجی با 1 سه 4 کنجی ما میدونیم که هر یکش 90 از سوال پیشینه کار کنیم کنجی بیرونه 180 مینوس 90 برابری 90 میشه از سوال پیشینه 3 با 4 و د برای کارم 5 کنجی یعنی هر یک کنجی 5 کنجی 108 بود، 180 مینوس 108 این با چی برابر است؟ با 72 برابر است. 28 بفرمایید این سوال های ما در یک ویدیو پیشینه کار کردیم، از شکلش را از گوگل بینید چه شکلش است، بعد این سوال جواب داده میشد. از قاعده باید لحظه کنید راستی که من این سوال رو یعنی هر یک تشو دیده ایزودا نمیدونم بعضو چقدر است، یعنی تامین شکل و تتراهدر اینا همش آسان بود، بعضو چی اکسل که ادر میچه او بود. این ها رو من میگذارم با شما میمونم خودتون کار کنیم فقط شکلش رو بینه، از شکلش جواب داده میشود. موافقتی بسیارین برجسته و سومی کنجوی داخلی آن رو معاین کنیم. این سوال ما حل کار کردیم برای چی تکراری است که تست کار کنیم. اگر این از چی سومه چی بود؟ n-2 ضرب 180 گرادوس و از روی اگر ما 5 کنج داشته باشیم چند میشد؟ 5 تا 40 با 4 موافق میکند. 4 کنج با 3 تا 60 ما میدانیم اینو کار کردیم با 3 سومی کنجوی داخلی آن 6 کنج هر یک سومی 6 کنج با چی 4 720 کرده. سوالی تکرار آمد با یک موافق 3 کنجه 180 ما میدانیم ده با 5. سوالی 32 آ ب ц د کوادرات است. کوادرات 90 گرادوس همه طرفش برابر است. AMND راست کنجه است، مایلش آ با 2 برابر است، BM با 6 برابر است، اینجا هم 2 میشود، 2 بیاین همه چی رو 6 میشود، اینجا هم 2 میشود، همه طرف رو بینیستیم. از روی کمی طرف رو به سوال با جواب دیم. پیریمتری کواdraتی ABCD پیریمتری کواdraتی ABCD سومه همه طرف رو 2 کاره 4 8 میشود، یعنی A با 5 موافق میکند. پیریمتری راست کنجه AMND 2 2 4 8 16 با 20 موافق میکند، یعنی سومه همه طرف رو ما جمع کرده استودیم با 2 موافق میکند. درازی خطی شکسته د H M D تا A 18 سوالی اینجا هم درازی از کجا تا کجا د تا اینجا رفتیم و تا اینجا رفتیم و تا آی رفتیم همش رو جمع کردیم. این سومه رو 3 با 3 موافق میکند با 3. اکنون درازی خطی شکسته MNDA با خط دیگر MN2 تا D تا آی با 12 یعنی D با 1 موافق میکند. 33 ABC 3 کنجی برابر طرف یعنی همه طرفش برابر است، همه کنجا برابر است. D خطی میانه باشد، این طرف همش برابر هستند. AB با 8 برابر است، AB اگر با 8 برابر باشد پیرامیدر 3 کنجی ABC نیا کنید. اگر اینجا ما AB 8 کنیم AB 8 این طرف 8 میشد، از اینجا باید 4 4 4 4 4 یعنی همه طرفش 8. این هم 3 کنجی برابر طرف میشه که 3 کنجی مانند
و سکنجه ABC یعنی AD'ye ve ABC monand هستند. پریمتری سکنجه ABC سومه همه طرف ها 8 کره 3 24 است. AB 5 موافق میکند. پریمتری سکنجه AD'ye 4 کره 3 12. B با 1 موافق میکند. پریمتر ترپیسی BDYC چرک بتونیم 12 20 است. C با 2 یعنی پریمتر سومه همه طرف ها. همین دروازه خطی شکسته ABC ABC رو بیم ABC یعنی 16 است. D با 4 موافق میکند. مثال 34 AB rozkunže kvadrat AP با 8 برابر است. این مثال تکرار کنیم. PM با 4 اینو 4 و 8 از روی مثال ها جمع میتیم. پریمتری کوادراتی PM NK کوادرات 4 کره 4 16 است. A با 3 موافق میکند. پریمتری rozkunje APKD چرک میتونیم 16 24. B با 5 موافق میکند. دروازه خطی شکسته DN تا DN 12 است. بعد M میریم 16. بعد A میریم 16 12 28 یعنی 3 با 4 موافق میکند. دروازه خطی شکسته MNDA MN 4 D 16 20 یعنی D با 1 موافق میکند. 35 سکنجه برابر طرف بوده شده. خطی میانه 6 می باشد. خطی میانه باشه این 6 می شود. MN 6 اینجا 12 میشه. اینجا هم 6 از سکنجه مانندی این هم میخواد. اگر 6 باشد AB 2 مراتبه هم میشه چون سکنجه مانند هستند. پریمتری سکنجه ABC همه طرف برابر با 36. A با 4 موافق میکند. پریمتری سکنجه MNC 18. B با 5 موافق میکند. پریمتری ترپیسی ABNM چرک میتونیم 24 C است. C با 1 موافق میکند. دروازه خطی شکسته ABC بعد B میریم 12 تا C با 12 24 است. این چی میشد؟ D با 2 موافق میکند. 36 ABCD rozkunje AD با 8 برابر است. بیایید نویسیم 8 rozkunje باشه همه کنجه 90 گرادوس است. AB با 6 دیاگونال BD با 10 از روی تیرم پیثاگور موافقت رو معین کنیم. اینجا هم 8 میشه اینجا هم 6 میشه. از روی کنیم اینو سوال جوین. پریمتری سکنجه BCD چرک بتونیم 14 24 است. A با 5 موافق میکند. پریمتری rozkunje ABCD همه طرفش 12 16 28 است. B با 3 موافق میکند. دروازه خطی شکسته ABD دروازه خطی شکسته ABD A6 16 6 چه میده 16 میشود. C با 1 موافق میکند. بعد چه دروازه خطی شکسته ABCD AB 6 تا C با 14 20 6 ADCB بخشش ADCB دارم این رو کور کنم. من برعکس AD D میریم 8 C میریم 14 با B میریم 8 یعنی 4 6 8 16 22. D با 2 موافق میکند. 37 ABC سکنجه rozkunje AC با 3 برابر است. BC با 4 دیاگونال 5 میشد. میدیان CM 2/5 اینجا 2/5 این هم میدیان باشد. این هر دوش میدیان چی است؟ یک طرف رو با 2 قسم برابر تقسیم یعنی این هم 2.5 میشه همش برابر میشه. موافقت رو معین کنیم. اکنون پریمتری سکنجه ABC چه میتونیم 7 12 است. همه طرف رو جمع میکنیم. A با 2 موافق میکند.
پیریمتری سه‌کونجه ACM 5-8 است. همه طرف‌های جمع کرده ایستاده. با یک موافق میکند. دروازه خطیش کسی ACB از A اول 3 میریم 3 تا B 4 3 جمع 4 7 است. یعنی 3 با 5 موافق میکند. دروازه خطیش کسی AMC دونیم تا 3 دونیم جمع دونیم 5 می شود. یعنی D با 3 موافق میکند. 38 نقطه O مرکزی دوره BC و OA BC و اینجا 90 گرادوس است. شکلی گفته BM با 4 برابر است. معنیش BM OM با 3 برابر است. موافقت نیا کنید از روی سه‌کونجه اینجا اگر من x کنم سه‌کونجه رو کنید تئورم پیثاگور اینجا با x برابر با 5 برابر میشد. کار کرده تحتش کرده میتونیم. از اینجا چی معنی دارد؟ رادیوس با 5 برابر. OA رادیوس است 3 هست. اینجا چی معنی دارد؟ 2 میشود. و با اون میدونیم که وقتی که پرپندیکولار مرکز با کورد میفروید و دو قسم برابر تقسیم میشه. یعنی اینجا هم 4 میشه. یعنی با m 4 باشد m3 هم 4 میشه. این قاعده از روی دوره. اکنون بیاین دروازه رادیوسی دوره چک دیدیم با 5 برابر است. همه چی رو یافتیم. A با 4 موافق میکند. دروازه خورده BC چک گفتیم 4 4 8 است. برابر هستند. دروازه اینجا 8 با 3 موافق میکند. دروازه دیامتر دوره اگر رادیوس 5 باشد دیامتر با 10 برابر میشد. C2 یعنی 2 مرتبه رادیوس است. دروازه پارچه AM 2 است. چکی همیشه در اول یافتیم. D با 1 موافق میکند. نقطه O مرکز دوره OP بخشی OP قطع ML پرپندیکولار اینجا 90 گرادوس است. این معنای پرپندیکولاری دارد. PR دا این دیامتر است یعنی رادیوس با 5 برابر است. اینجا 5 است اینجا هم 5 است. PO هم 5 است. MN با 3 اینجا 3 باشد. موافقت اکنون یا کنیم به سوال یا کدن باز 4 یابیم چون که در سوال پیش ندیدیم. NO با 4 برابر است. سه‌کونجه راست‌کونجه تئورم پیثاگور استفاده بردیم. رادیوس ما بدانیم 5 است. از اینجا PN با 1 برابر است. با چی گفتیم؟ از مرکز با خورد 90 گرادوس اگر کشیم اون رو به دو قسم برابر یعنی ML به دو قسم برابر تقسیم کرده میشه. یعنی MN 3 باشد NL هم 3 میشه. اکنون بیایم به سوال ها جواب دهیم. دروازه رادیوسی دوره چک کردیم با 5 یعنی A با 3 موافق میکند. دروازه خورده ML چک کردیم 6 B با 1. دروازه پارچه ON 4 C با 4 موافق میکند. دروازه پارچه PN با 1 برابر است. D با 5 موافق میکند. چین باز دوره مرکز 0 OB AC پرپندیکولار معنای OB AC اینجا 90 گرادوس است. هر دو اینها برابر هستند. AC 12 باشه یعنی اینجا 6 با 6 داده شده. OB با 8 برابر است. اکنون دیگر طرف رو یابیم. رادیوس رو میتونیم سه‌کونجه راست‌کونجه رادیوس با 10 برابر است. اگر رادیوس 10 باشد OM هم 10 است یعنی BM 2 است. تمام همه چی رو یافتیم. اکنون به سوال جواب دهیم. دروازه پارچه AB با 6 برابر است یعنی A با 1 موافق میکند. دروازه رادیوسی دوره 10 است یافتیم. B با 3 موافق میکند. دروازه پارچه BM با 2 گفتیم. C با 2 موافق میکند. دروازه دیامتر دوره 2 مرتبه رادیوس که اون با 20 برابر است. D با 5 موافق میکند. در این سوال قاعده است. موافقت رو معین کنید. دو طرفی پارالل ترپیز از روی ترپیز دو طرفی پارالل ترپیز هم ترپیز رو بکشیم. اینها رو ما چی میگفتیم؟ اگر دو طرف پارالل ترپیز اینها هم وقت اساسی خورد و اساس ها هستند. یعنی A با 3 موافق میکند. پارچه میانجوی طرف‌های پهلوی ترپیز رو پیوست کننده. خط میانه یعنی این پارچه است. پارچه میانجوی طرف‌های پهلوی ترپیز یعنی خط میانه است.
ب با 2 موافق میکند. پرپندیکولار اساس های ترپیز را پرپندیکولار اساس ترپیز را پیدا کنند همین بلندی است. یعنی وقتی ما اینو میکشیم بلندی معنی دارد. C با 1 موافق میکند. دو طرفی پارالل نبوده ترپیز این دو طرف هستند. برابر نبوده ها اینها چی هستند؟ طرف های پهلوی. طرف های پهلوی D با 5 موافق میکنند. دیاگرام ها کدام هستند؟ دیاگرام ها در اینجا سوال نکنید. اگه دیاگرام ها اینها هستند. سوال نوبتی از تریگونومتری. قاعده تریگونومتری با خاطر میبیاریم. سینوس کوسینوس اینها چی بودند؟ اول رسمش رو تست کشیم. در سه کنجی راست کنجی ما میدونیم که این کنجی تیز ما الفا باشد. برای این طرفی مقابل این طرفی چسبیده یا همسایه مندل حساب گرفتم، یعنی همسایه است. این هیپوتنوز است. این طرف هیپوتنوز. اگر حرف دیا باید برای کنجی الفا AB مقابل BC چسبیده AC هیپوتنوز است. اکنون قاعده سینوس چی بود؟ سینوس این بیاین اینجا رویم از سینوس چی بود؟ سینوسی الفا AB تقسیم AC yani tarafı mukabil taksim hipotenuza yani nispeti mukabil hipotenuza. کدامش میشد؟ نسبتی کدام مقابلی کنجی تیز خورده با هیپوتنوزا این است سینوس. این اگر توجیه درست باشد فهمیده باشد نسبتی کدام مقابلی با کنجی تیز خورده یعنی A با 5 موافقت میکند. اکنون چیز کوتانگنس چی بود؟ کوسینوس را وقت کوسینوس برعکس بود. کوسینوس کنجی چسبیده طرفی چسبیده یعنی BC تقسیم AC هیپوتنوزا یعنی نسبتی طرفی کتیتی چسبیده یا همسایه تقسیم هیپوتنوزا. چه با کتیتی مقابل نه نسبتی کتیتی با کنجی تیز چسبیده با هیپوتنوزا این است. باید با 2 موافق میکنم. کوتانگنس این کوسینوس گفتیم این کوسینوس رو گفتیم با C با 2. اکنون کوتانگنس چی بود؟ تانگنس را کنیم. تانگنس این مقابل AB تقسیم BC چسبیده یعنی نسبتی کتیتی مقابلی کنجی تیز نسبتی کتیتی مقابلی کنجی تیز خوابیده با کتیتی با کنجی تیز چسبیده یعنی تانگنس D1 است. کوتانگنس برعکسش یعنی BC باش یعنی درست بود BC. کوتانگنس برعکس تانگنس یعنی چسبیده به مقابل نسبتی کتیتی مقابلی کنجی تیز خوابیده با نه یعنی کدام نسبتی کتیتی کنجی تیز چسبیده این است. کوتانگنس D با 4 با 4 موافق میکنم. اکنون باز چیز برعکس tam سینوس باید رسم کشیم. تریگونومتری کنجی تیز 90 گرادوس این طرفی مقابل حرف دیم با کنجی تیز طرفی مقابل AB BC کنجی طرف چسبیده AC این هیپوتنوزا است. اکنون از روی قاعده ها و یه رو میابیم کتیتی به مقابل کنجی A خوابیده با حاصل ضرب هیپوتنوزا و برابر است. اینجا کمتر هیپوتنوزا و سینوس همش رو نصب کردم. تمام اینجا ما سینوس رو ببینیم برعکس رو هم هر یک گفته. سینوس چی است؟ AB تقسیم AC بودیم یعنی AB مقابل کتیتی به مقابل کنجی A خوابیده با حاصل ضرب هیپوتنوزا و سینوس یعنی AC هیپوتنوزا ضرب سینوس با من کتیتی مقابل کنجی A خوابیده با حاصل ضرب میدهد یعنی A با 1 موافق میکند. کتیتی با کنجی A چسبیده با حاصل ضرب کتیتی دوم تانگنس رو نویسیم. تانگنس چی بود؟ باید تانگنس است. AB تقسیم BC است. کتیتی با کنجی A چسبیده یعنی برعکسش هم شده کوتانگنس BC تقسیم AB
کاتێتی بە کونجی ئا چاسبیتە BC yani با وسیله ضربی کاتی دویم AB ضربی کوتانگنس بروبر است. Yani در اینجا فقط کمتر قطعی جمله ها وای کردیستم برای دشمن با توجیه که دشوری کشیدیستم برای یک با یک نوشته ایستادم با 5 موافق میکند کاتیت مقابل کنجی A خوابیده با وسیله ضرب کاتی دویم و بفکرم کاتیت مقابل این تانگنس بفکرم مقابل کنجی A خوابیده با وسیله ضرب کاتی دویم و تانگنس این برابر است 43 C با 4 موافق میکنم اکنون آخران کاتیتی به کنجی A چسبیده با وسیله ضرب هیپوتنوزه کاتیتی به کنجی A چسبیده با وسیله ضرب هیپوتنوزه و چی موند اکنون کوسینوس و سکند موند کوسینوس چی بود خود کوسینوس رو نویسیم کوسینوس این BC تقسیم AC yani کاتیتی به کنجی A چسبیده BC برابر است به وسیله ضرب هیپوتنوزه و کوسینوس D با 2 موافق میکند. اگر خطا نکرده باشم همین درسته اگر خطا در کامنتاری نویسین اصلاح میکنیم.